Salid Azizi berdevke Partiya Demokrata Kurdistana İranê got şerê 12 rojî hevcedariya hîzirkirina li ser pêşerojek demokratîk ji bo Îranê du kat zêde kiriye. Vî tekeskir, Partiya Demokrata Kurdistana İranê vekî partiyek Kurdî û beşek ji opozisyona Komara İslamî hewl dîde ku bî amadekari û plansaziyê pêşwaziya pêşketinin pêşerojê bike. خالد عزیزی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران از استودیوی ما در واشنگتن با ما همراه شده. آقای عزیزی، این جنگ 12 روزه چقدر رو معادلات شما تاثیر گذاشته؟ بسیار زیادی گذاشته، چون معادلات حزب دموکرات کردستان ایران و مسئله کرد در کردستان ایران تابع است از چگونگی اوضاع آینده سیاسی ایران. تا اونجایی که به مردم کردستان و مردم در کلی خودش مربوط هست، بالاخره سوالهای بسیاری در منطقه درست شده، در داخل ایران، در منطقه، که این جنگ در ادامه خودش به کجا منتهی میشه و در این راستا هم نگرانی هایی وجود داره، هم انتظاراتی وجود داره و از این بابت حزب دموکرات کردستان ایران و مردم کرد در کردستان ایران بی تفاوت نبودن و سعی ما بر این هست که بالاخره در این راستا که این جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بوده و جمهوری اسلامی عامل و اسباب این جنگ بوده، بالاخره ما در فکر این هستیم که آینده دموکراتیک ایران چطور خواهد بود و به عنوان یک حزب کردی و یک حزب اپوزیسیون در چارچوب اپوزیسیون ایران علیه نظام جمهوری اسلامی چه برنامه‌هایی داشته باشیم. پس بنابراین میشه گفت انتظارات زیاد هست، سوالات زیاد هست و شاید وظایف بسیار جدی‌تری از گذشته پیش‌روی ما باشه. خیلی از تحلیلگران نگران بودند و هنوز هم هستند که این جنگ 12 روزه و تغییر شرایط امنیتی و سیاسی در داخل ایران میتونه هزینه سنگینی برای فعالان کرد و احزاب کرد در داخل ایران داشته باشه. چقدر این شواهدی براش وجود داره در داخل ایران الان و چقدر شما رو نگران کرده یاد میکنه؟ در گذشته این شواهد کاملا وجود داشته به علت اینکه جمهوری اسلامی بعد از عدم موفقیت مذاکرات هیئت نمایندگی کردستان با نمایندگان جمهوری اسلامی، اونا به کردستان حمله کردن، ما مجبور شدیم از خودمون دفاع بکنیم. بعد از اون هم در ادامه این مبارزات بالاخره رهبر ما دکتر قاسملو 13 ماه جولای 36 سال قبل، موقعی که در حال مذاکره با تروریست‌های جمهوری اسلامی بود، در وین ترور شد. بعد در داخل کردستان هم کردستان رو امنیتی کردن، تبدیل به زون امنیتی کردن، اعدام و شکنجه و بعد حمله موشکی به رهبری حزب دموکرات و کمپ‌های کردهای ایران در داخل کردستان عراق زیاد بوده. یعنی همیشه جمهوری اسلامی سعی کرده که از مردم کردستان، چون در مبارزات خودشون علیه نظام جمهوری اسلامی جدی بودن، انتقام بگیرن. ما دوباره پیش بینی می‌کنیم که این فشارها تو کردستان زیاد باشه. در حال حاضر تعداد زیادی از فعالین کردستان در داخل کردستان ایران دستگیر شدن و همیشه جمهوری اسلامی سعی میکنه اونا را منتسب به اینجا و اونجا بکنه، براشون پرونده های بسیار امنیتی شدید درست بکنه و بخششون منتظر حکم اعدام هستند. آقای عزیزی، شاهد تحولات زیادی در منطقه هستیم، به خصوص برای کردها. در ابتدا همین مقدمه اشاره کردم به خلع پکاک در ترکیه، در ایران، در عراق، در سوریه، در ترکیه می‌بینیم که خیلی تحولات داره همزمان صورت میگیره. آیا فکر می‌کنید که احزاب اپوزیسیون کرد در حال از دست دادن فضای مانور هستند یا وارد یک پارادایم جدید شدن؟ ببینید آی فرهزاد، این فضای مانور رو نبایستی فقط در بعد نظامی خلاصه اش کرد. جنبش کردستان تا اونجایی که به کردستان ایران مربوط هست، یه جنبش مدنی، یه جنبش سیاسی، یه جنبش فکری، یه جنبش ملی در راستای استقرار دموکراسی در ایران و حق و حقوق ملی کردام در چارچوب ایران دموکراتیک است. در جریان جنبش ژینا مهسا امینی، موقعی که در کردستان این جنبش، این خیزش شروع شد، بالاخره کار ما و ابتکار ما و نیرویی که ما اونجا صرف کردیم واسه اینکه این جنبش بتونه در رابطه با بقیه ایران فعال باشه، اقدامات نظامی و مسلحانه نبود. یعنی مبارزه مسلحانه به ما تحمیل شده و ما همیشه سعیمون بر این بوده که مردم در داخل کردستان ایران پیشاپیش با مبارزات مدنی، سیاسی و فرهنگی خودشون بتونن این جنبش رو ادامه بدن. ولی اگه قرار باشه این جنبش رو فقط در بعد نظامی
تعریف بکنیم، طبیعتا اون موقع جمهوری اسلامی در موقعیت قرار میگیره که این جنبش رو محدود بکنه، معطوف به این حزب و اون حزب بکنه، در حالی که جنبش کردستان ایران یه جنبش ملی دموکراتیک مدنی سیاسی در راستای حق و حقوق خودشون هست. ولی با وجود این خلع سلاح PKK یا اینکه اسلحه‌هاشون رو زمین گذاشتن میتونه در منطقه تأثیر داشته باشه، چون فضای ایران هم با فضای ترکیه کاملا فرق میکنه. تو ترکیه حداقل زمینه بعضی از گفتگو و مذاکره و تا اندازه قبولی بعضی از حق و حقوق کردها وجود داره، ولی متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی حداقل این زمینه هم وجود نداره که ما بتونیم این سناریو در رابطه با ایران هم پیش رو قرار بدیم. این سوالی که میپرسم متوجه حزب شما نیست، به طور کلی دارم میپرسم در مورد جنبش‌های کرد در منطقه، همین خلع سلاح و اتفاقات دیگری که در منطقه افتاده، فشارهایی که وجود داره و حتی کشورهای منطقه ترکیه و ایران و عراق علیرغم اختلافاتی که دارن سر موضوع کردها به نظر میرسه در بعضی موارد اتفاق نظر دارند، آیا فکر میکنید اون بخشی از جنبش‌هایی که به دنبال جدایی و تجزیه و اینها بودن رو به شکل کامل الان تضعیف کرده؟ چون برآوردی که الان خیلی ها دارن اینه که تقریبا تمام احزاب کرد در ترکیه، در عراق، در ایران پذیرفتن که هر فعالیت سیاسی هم که بخوان بکنن، هر مانور سیاسی هم که بخوان انجام بدن، در داخل قلمروهای سیاسی فعلی خواهد بود. ببینید، بخشای کردستان در ترکیه، سوریه، عراق با ایران کاملا فرق دارند و بعد جنبش کردستان حداقل دوباره تا اونجایی که به کردستان ایران مربوط میشه، من اینو به عنوان یه فرصت برای آینده سیاسی ایران و استقرار دموکراسی بهش نگاه میکنم. کردها تهدید نیستند، در منطقه هم تهدید نیستند، ولی دوباره تأکید میکنم متاسفانه در ایران همچون زمینه‌ای وجود نداره و جنبش مسلحانه کردستان حتی در بخش‌های دیگر کردستان هم بهشون تحمیل شده. در عراق ما میبینیم که بالاخره فدرالیسم به شکلی خودشون توافق کردن، تا اندازه به حق و حقوق کردها اشاره شده. در سوریه هم می‌بینیم که یه زمینه‌ای درست شده که کردها بتونن در پروسه سیاسی چگونگی بازسازی مجدد سوریه سهیم باشن و در ترکیه هم من فکر می‌کنم بالاخره حالا جامعه ترکی، کردها و ترکا، پارلمان این کشور، احزاب سیاسی غیر کرد به این واقعیت رسیدن که باعث مسئله کردی حلی داشته باشه. حالا چطور ما میتونیم اینو تعمیم بدیم به ایران، به جامعه ایران، به صحنه سیاسی در ایران؟ دوباره میگم متاسفانه جمهوری اسلامی این استعداد رو از خودش نشون نداده. پیغام صلح آمیز کردها را همیشه با حمله نظامی و مذاکرات صلح آمیز کردها را همیشه با ترور جواب داده، ولی من فکر میکنم در میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی، در میان مردم ایران، برداشت مردم ایران، بقیه کردستان از مسئله کرد بسیار تغییر کرده. در جریان جنبش ژینا، مهسا امینی ما هم نوعی و همدردی بین مردم ایران با کردستان میدیدیم و در آینده ایران من خوشبین هستم، یعنی با این حل بایستی از در میان مردم شروع بشه و الا این استعداد رو در جمهوری اسلامی نمیبینم. امیدوارم که مخالفین جمهوری اسلامی از کرد و غیر ترک تجاربی که در عراق، در سوریه، در ترکیه وجود داره در رابطه با حل مسئله کرد مورد توجه قرار بدن، چون ما به عنوان حزب دموکرات کردستان دوباره تأکید میکنیم معتقد به حل مسئله کرد در چارچوب ایران هستیم و جنبش کردستان ایران و حزب دموکرات و بقیه احزاب نه تنها تجزیه طلب نیستند، بلکه میتونن منشأ و سرچشمه چگونگی استقرار دموکراسی و وحدت همه نیروها در چارچوب ایرانی باشیم که دموکراسی درش استقرار پیدا میکنه. ممنونم از شما. خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، از استودیوی ما در واشنگتن.